با عرض سلام و خسته نباشید هموطنان عزیز. خوشحال هستم که یک بار دیگر با یک موضوع جدید در خدمت شما هستم. موضوع جدید عبارت از موضوعی که با وقت و زمان الان و وضعیت ما و شما مربوط می شود و برای فهمیدن این مسئله با اقشار جامعه ما ضرورت است که را بدانند، چون در میدیا ما میبینم در فیسبوک، حتی در ویدیوها، در بیان افکار هموطنان موضوع را ابراز میکنه. او موضوع عبارت است از این که برای مقاومت در مقابل نظام امروزی طالبان یا کسانی که مقاومتگر هستند، برای از اونا شعار سکولاریسم بهتر است، یعنی اندیشه سکولاریستی یا روش سکولاریستی بهتر است یا روش اسلامی و از آدرس اسلام صحبت کردن. ما نام نمیبرم، بسیاری از کسانی را دیدم که به این مقاومت و به این جریان‌های ضد طالبانی گویا وابسته هستند یا موافق هستند یا خوشبین هستند، ولی ابراز نظرها را میکنن. بعضی دراز هم بعضیاش مثل آقای کوهستانی و اینا نوشته کردن که ما دیگه نماینده اسلام نیستیم و یک حرفایی که بسیار دلیل خوبی نداشت. و چند قبل هم آقای منصور به این مسئله اشاره کرده بودند که یک جنجالی را در میدیا خلق کرده. ما میخوام به عنوان یک آدم بی‌طرف از نگاه علمیش و واقعی شرایط افغانستان و همچنان تاریخ گذشته و تجربات گذشته این موضوع را خدمتتان شریک بسازم. اولا است که این نوع دعوت ها که با انگیزه سکولاریستی یا با انگیزه ملی یا با انگیزه قومی آدم مبارزه کنه و در کشورهای اسلامی به ویژه کشوری مثل افغانستان، این بسیار یک فکری خطرناک است و یک اندیشه خطرناک است. اگرچند که عمل شدن از این ممکن نیست، ولی ممکن هم باشه این برای مقاومت و برای مخالفین نظام فعلی کابل بسیار خطرناک است و این به مثابه خلع اصلاح کردن یک جریان مقاومت از حقانیت از او و جدا کردن از او از مردم است. خلاصه نتیجه این فکر. اینجا ما به خاطر که ویدیو دراز نشوه، اول انگیزه این نوع دعوت ها را و این نوع افکار را اینجا بسیار مختصر به بررسی میگیرم. بعد از او میرم در موضوع دوم، مسئله حق و باطل بودن، که حق و باطل بودن یک جریان از چی ثابت می شود، و در نهایت هم نتایج این دعوت ها را باز بررسی میکنیم. انگیزه این دعوت ها که بعضی از دوستا که نام نمیبرم که مسئله را مطرح میکنن و در میدیا چی کردن، انگیزه های زیادی داره، ولی ما 4-5 تا از این یادداشت کردیم که اینجا خدمتتان عرض میکنم. اولین انگیزه برای پخش افکار و نشر افکار و دعوت به این افکار گرایشاتی غیر دینی و چپی بودن در گذشته است. اکثرا افراد این مسائل مطرح میکنند که گذشته سیاسیشان، گذشته فکریشان در جریان‌های چپ افغانستان بوده، در خلق بوده یا در پرچم بوده یا در ستم ملی بوده، یعنی جریان‌هایی که یک نوع تضاد در طول تاریخ 50-55 سال و 60 سال افغانستان تضاد با مفکوره و مناظرت اسلامی داشتند. اینها با اساسی سابق نمید، چون طبیعت انسان ها همیست که همون مفکورهای اصلی خود، ایدئولوژی های را که با او در جوانی و در زمان مبارزه با او وابسته هستند رو بخوای نخوای خوش میبینن و طبیعت انسان است که به موراهایی که رفته یکان دفعه دیگه باز میگرده. ما یک مثال شای جمعه رو بدون از اینکه نام ببرم، یک گروه از زمان مقاومت اول، وقتی که ما در گلبهار بودیم همراه استاد سیاف و تقریبا یک از پایگاه‌های مهم دولت هم بود، در شرکت گلبهار و عامر صاحب مسعود شهید در پنشیر بودن و استاد شهید در مزار بودن و تخار بودن. اونجا یک گروه از دوستا که نام نمیبرم ولی همگی میشناسن، خو دوستای ما هم هستن که سابقه مفکوره الحدیدی داشتن و در حزب الحدید یا با افکار الحدیدی در ایران یک وقتی جذب شده بودن. اینا هنوز هم بعضیاشون با این فکر هستن. اونجا آمدن با استاد صاحب بسیار اصرار کردن که والا استاد همین نام دولت تا حال دولت اسلامی گفتیم و همین جریان یک جریان اسلامی بوده و دنیا قطعی ما نتیجه نداد و
دشمنی شروع شد و ما را شما را دینا قبول نکنه، چی میشه که نام امی دولت یک نوع تغییر بتیم، یک نام دموکرات رو گپا داشته باشیم. ما به یادم است که در همون زمان استاد صاحب برشان بسیار خنده کرد به این اندیشه بسیار خام و فکر خام که مالی خام بودن از در اینجا در ویدیو میگم. برشان گفت که همین چرا تو مستقیم نمیگین که بیاین چند وقت مسلمان بودیم با شما، یک عمری در راه اسلام و اقامه نظام اسلامی گپا مبارزه کردیم، همین گپ نتیجه نداد، دنیا ما را قبول نکرد، بیاین چند وقت دیگه کافر شویم. خنده کرد با همین گپ زد و مجلس با همین گپ ختم شد و یعنی استاد دیگه گپ جدی نگرفت و برایشان هم قسم وطنکی جواب داد، گفتی کار ممکن نیست، اینا رفتن. این به خاطر کسایی که مسئله را مطرح میکنن، به خاطر انگیزه و گرایشات سابقه خود گپ مطرح میکنن. دلیل دومی که گپ مطرح میکنن، نمیفهم خواسته یا ناخواسته، عدم آگاهی از اینا از جامعه افغانستان است. اینها همیشه جامعه افغانستان و به دیگر جوامع دنیا و حتی با بعضی کشورهای اسلامی که مردمش مسلمان است ولی در اونجا از روز تأسیسش تا حال نظام سکولاریستی بوده و مردمش با ما عادت کردن و گپا، این افغانستان و اونا با دیگر ملت ها و با دیگر کشورها مقایسه میکنن. یعنی جامعه شناسیشان جامعه شناسی ضعیف است و قیاسشان قیاس مع الفارق است. چون در تاریخ افغانستان هیچ وقت نشده که هیچ مبارزه ملی از استقلال جنگ‌های مابین انگلیس و افغان شده، بعد از او در مقابل اتحاد جماهیر شوروی شده، بعد از او که حتی در مقابل همی نیروهای پاکستانی اینا شده، تهی از شعار اسلامی نبوده. مبارزات مردمی افغانستان آزادی خواهیشان مبنی بر پتانسیل و اصل اسلامی است. به خاطر جامعه افغانستان مقایسه کردنش با دیگر جوامع بخصوص در شرایط فعلی این نادرست است. این به عنوان عدم آگاهی این مردم از جامعه افغانستان است. دلیل سوم یا انگیزه سومی که اینا شعار مطرح میکنن یا این فکر دارن و بسیار مهم است، اینا عدم آگاهی از اینا، آگاهی درستی از اینا از مقوله حق و باطل. اینا فکر میکنن که اگر ما بخوایم که خود حق ثابت بکنیم باید یک شعاری داشته باشیم که مثلا شعار ملی باشه و امروز که طالبا دعوای اسلامیت میکنن، دعوای نظامی اسلامی میکنن و جانب مقابل که دعوای مسلمانی کرد، دیگه در اینجا ما باطل معلوم میشویم، دیگه جایی نداره که دو جریان هر دوش اسلامی باشه. اولا که از نگاه اصلی منطقی را براتون بیان میکنم که در طول تاریخ هیچ جنگی صورت نگرفته که هر دو جانب یا حق باشه یا هر دو جانب باطل باشه. این را جمع متضادین میگن یا جمع ازداد میگن که از نگاه عقلی و منطقی ناممکن است. حتما یک جانب باطل است و یک جانب حق میباشه. یک. دو، حق بودن و باطل بودن مربوط به دین نمیشوه. بسیار یک وقتا میشوه که یک کس حق میباشه ولی مسلمان نمیباشه. مثلا یک مسلمان یا یک گروه اسلامی به اساس ظلم، به اساس تعدی، به اساس تجاوز به مال و منال یک کافر تجاوز کرد. وقتی که این کافر میبینه که به این تجاوز بدون حق شده از مال و زندگی خود دفاع میکنه، بر حق است. معیار حق بودن و باطل بودن معیار ظلم و معیار مظلوم بودن است. یک جانب که ظالم باشه این باطل است، جانب دیگه که مظلوم باشه یا مورد تجاوز قرار گرفته باشه این حق است. در قرآن کریم هم وقتی که اجازه داده شد اولین بار برای مسلمان ها که اشتباه نکنم در سوره نور است، برای مسلمان ها که اجازه داده شد که اینها چه بکنن، به جهاد بپردازن، امی آیت نازل شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. برای مسلمان ها به خاطر اجازه داده شد که دست به سلاح ببرن و جنگ نظامی بکنن، به خاطر که اینا مظلوم واقع شدن. به خاطر نگفته خداوند که به خاطر که اینا مسلمان بودن. گفتم بسیار وقتا میشه که یک وقت یک جانب ادعای اسلام میکنه حتی مسلمان هم باشه ولی ظالم میباشه، متجاوز میباشه و بنا حق میباشه. شما فرض کنین یک همسایه شما غیر مسلمان است، شما مسلمان هستین، شما بنا حق برای به مال از او، به عرض از او، به ناموس از او، به آزادی از او تجاوز بکنین. هیچ وقت شما را محض از اینکه شما مسلمان هستین ایرا گفتن نمیشه که شما بر حق هستین. اینا چون که فکر میکنن که تنها شعار اسلامی، تنها تاپه اسلامی، تنها بیرق اسلامی به معنای حق بودن است، به این خاطر عدم آگاهی از اینا از مقوله حق و باطل حتی در اسلام و در دین اسلام این باعث ازی میشه که اینا اشاره سر بتن یا این مفکوره را پیشکش بکنن. من یک مثال در اینجا براتون میارم، میرم مثال تاریخی است، در این کلام غرض خاصی ندارم. سال 1997 به حساب میلادی سال 1997 ما در کمیته ولایتی دولت بدخشان اونجا دفتر جمعیت اسلامی بود، یک روز کنفرانس و سمیناری بود که به خاطر چی بود؟ استاد شهید استاد براندی ربانی آمد و سخنرانی کرد. خب به یادم است که همین کلمات استاد استفاده کرد
گفتم این مبارزه حق طلبی به خاطر حق طلبی، حتی که بخوای قومی خدا که حقش بگیری، قومی تو مظلوم واقع شده، نژادی تو، تباری تو مثلا مظلوم واقع شده، این در متن اسلام است و مثال آورد بنی اسرائیل. باز هم یادآور شد که ما به مرحوم طاهری بدخشی یک وقت گفتم که همین راه مبارزه که تو میکنی، ولو که تو اگر مظلوم هم باشه در راه مبارزه که میکنی، اما راهی را که میروی و همراه با احزاب ماتریالیستی، با خلق و پرچم که تو حرکت میکنی، راه باطل است. امی قسمی که در اسلام یک اصل ما داریم که هدف مقدس باشه، باید وسیله را مقدس باشه. یعنی از راهی برای حق خدا بگی که راه هم حق باشه، همچنان که هدف حق باشه. این گپی استاد شهید بود که به عنوان یک امانت تاریخی این را یادآور شدم. گفت که من خودم با طاهری بدخشی گفتم که راهی را که شما میرین برای حق طلبی تا راهی باطل است. دیگه چهارمین دلیلی که این آقایان و این دوستا که مثلا مطرح میکنن، عدم آگاهی از اینا از اسلام است. از اسلام که ما میگیم از متن اسلام، که از متن دلیل اسلامی که او قرآن است و او حدیث است و تاریخ اسلام است. در متن قرآن کریم ده ها آیت آمده که خداوند هم ظلم نفی از خودش میکنه و هم ظلم نفی از مسلمانان میکنه که مسلمان باید ظالم نباشه و خداوند تعهد میسپاره که من خودم ظالم هستم و بر کسی ظلم اجازه میدم. و حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که به خاطر که بحث ما دراز نشوه، امی حدیث براتون میخوانم. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که ولا ترک ببخشید، امی آیت قرآن کریم براتون میخوانم که خداوند در قرآن کریم میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. میگه شما در یک کشتی سوار نشوین یا در یک راهی نروین همراه گروهی که اونا ظالم هستند که آتش دوزخ شما را میساس میکنه. این صراحت این نص قرآن نشان میده که هر وقت یک کس که مظلوم باشه و در پلوی از ایستاد میشوی یا به خاطر مظلومیت خدا میخواهی، این مسئله از این نیست که جانب مقابل تو مسلمان بود حتما تو باطل هستی. اینا از ده ها آیت و صدها حدیث وجود داره که حدیث هم است که من مشى مع ظالمی لیعینه و یعلم انه ظالم فقط خرج من الاسلام. میگه کسی که با ظالم یک قدم میروه و میدانه که آدم ظالم است، میخواه که به ظالم کمک بکنه، در این شرایط میگه ای از اسلام خارج میشود. یعنی آیات و احادیث بسیار زیاد است. به خاطر کوتاهی موضوع میرم میگم کسایی که مثلا مطرح میکنن اینا امو اصول و اساسات اسلامی را و سرتاسری همه دلایل اسلامی را در مسئله مظلومیت و ظالم بودن اینا نمیدونن. به خاطر مسئله اینا مطرح میکنن که ما امی مظلومیت خود از راه شعار ملی، از راه شعار قومی و ایگپا باید پیشکش بکنیم. دیگه پنجمین دلیل همیشه که عدم آگاهی از اینا از تاریخ خود افغانستان است. در تاریخ خود افغانستان قسمی که عرض کردم، هیچ وقت در تاریخ افغانستان دیده نشده که هیچ جنگ استقلال طلبی افغانستان مبنی بر شعار و عقیده اسلامی نباشه. هر وقت که شعار ما از مردم افغانستان بگیریم، اینا امو تقاسی ظلم یا بر مقابل ظلم قیام کردن نمیتونن. گفتم که جنگ اول و دوم سومی افغان و انگلیس و دیگه جنگ هایی که در افغانستان شده بر استقلال طلبانه. یک مثال هم اینجا براتون میتم. وقتی که روسا در افغانستان تجاوز کردن، روسا افغانستان را اشغال کردن، اونجا چرا اردوی افغانستان، اردویی که در زمان میگفتن 1,50,000 2 لک نفر اردوی افغانستان بود، اردوی افغانستان بر روسا پیوست ولی از افغانستان حمایت نکرد، به خاطری که اونجا اندیشه اسلامی در اردو نبود، سرمشق از اسلامی نبود، شعار از اسلامی نبود. بعد از دو دهه آخر ظاهر شاه و از زمان صدارت داوود خان و بعد از ریاست جمهوری داوود خان، اینها امی شعار اسلامیت از اردو و گپا جمع کرده بودند. به این خاطر اردو هیچ وقت در پلوی ملت قرار نگرفت، ملت بود قیام کرد، برعکس اردو در پلوی متجاوز قرار گرفت. این مثال عزیز است که هر وقتی که ما خالی شعار اسلامی بکنیم از یک مقاومت، ما در حقیقت او را خالی صدا کردیم. و دیگه تجربه های ناکام تاریخ افغانستان که خودش سردار داوود خان چرا ادامه پیدا کرد، جمهوریت خود بر اساس اندیشه اسلامی بنا نکرد، بعد از خلق و پرچم که آمد نظام اسلامی نداشتن سقوط کردن، و بعد از حتی همین نظام جمهوریت 20 ساله که اگر چندی که شعارش و قانون اساسی بیناش اسلامی بود اما عمل کرد از اسلامی نبود، در نهایت ما پیش می‌بینیم که روز این نظام در مقابل همین کسایی که در سنگر به شعار اسلام می‌جنگند سقوط میکنه. و این نشان میده که تاریخ حال و تاریخ گذشته افغانستان ناکام بوده در این تجربه. به این خاطر اینا هم تجربه تاریخی در نظر میگیرن، اینا شعله هستند یا محکم میگیرن که ما باید شعار سکولاریسم در مقاومت یا شعار قومیت، این جنگ افغان و فارسی زبان است، این جنگ پشتو فارسی است، این جنگ تاجیک و پشتون است، این جنگ هزاره و پشتون است، دیگه برای شعار بتیم که گپ ناکام است و بسیار ضرر واقع می شود.
خب یکی دیگه هم سرخوردگی از شکست‌های گذشته که ما قسمی گفتیم در شمال رنگ مثال نشانتان دادم. در گذشته که شکست‌هایی که آمده، عدم موفقیتی که آمده، مردم فکر میکنن که شعار اسلامی پیروزی نداشته، به این خاطر را چی کردیم. و آخرین دلیل و انگیزه از این که بعضی از اینا دلسوزانه با امید بستن به دنیای استعمار و کمک‌های غربی کار میخوان بکنن. فکر میکنن که ما اگه سکولار باشیم، ما اگه غربی باشیم، ما اگه شعارهای غربی بودیم و اندیشه غربی داشته باشیم، غرب برای با کمک میکنه که یک اندیشه بسیار باطل است و اینجا به تفصیل نمیپردازیم. امیره بدانید که کشورها منافع خود میبینن، ولو که اون منافعشون در هر گروهی که تامین شد. شما همین فعلا جریان دیده رایستین. خوبی مسئله را بحث کردیم که مسئله حق و باطل با چی ثابت میشه. گفتیم به مظلومیت و به ظالمیت. و این برترین قویترین تهداب و یا امو اساسی است که میشه که یک مبارزه را با او بنا بکنی. دو چیز که دو بال داره. یکی مسئله دینی و قداست مقاومت که ما بر حق هستیم، مردهای ما شهید است، زنده های ما غازی است، به این اساس. و دوم اگر ملت مظلوم واقع شده، اگر قوم واقع شده، باز میشه که اما انگیزه ملی و قومی را که مثل که در کشورهای دیگه در زمان استعمار شده که کشورهای شرق اوسط که آزادی خود از چی گرفتن، کشورهای افریقایی که آزادی خود از غربی ها گرفتن، با اساس امی دو انگیزه گرفتن که هم دین و اسلامیت و هم چنان مسئله قومیت. میشه که مسئله قومیت دیگه مس کنی، اما در سرمنشأ یا سرلوحه شعار باید اما عقیده اسلامی و باورهای اسلامی باشه. و دیگه گفتم در کشورهای اسلامی بخصوص در افغانستان بدون انگیزه دینی که اگر او ولو آمیخته با انگیزه ملی رم باشه هیچ وقت موثر واقع نمیشه. ولی به شرطی که توی دو انگیزه رم که داری باید بر حق باشی و حقانیتی تو برای عامه مردم ثابت باشه که تو مظلوم هستی و بر حق هستی و ایره در عمل تو ثابت بسازی و استدلال کنی که من مظلوم هستم، که با حق آزادی را از ما گرفته شده، زمینی ما گرفته شده، خانه ما گرفته شده، برای ما حق آزادی بیان داده میشه و حق زندگی با عزت داده نمیشه و اجازه نمیده که در قانون مثلا شریک باشم. کلی از اینا چیزی که در چتر اسلام و در استدلال اسلامی میگنجه. و آخرین گپش همیشه که این یک از این راه ممکن نیست. دیگه همیشه که فلسفه وجودی مقاومت یک تسلسلی به مربوط جهاد مردم افغانستان میشه که مردم افغانستان قیام کردن در برابر روسها، انقلاب شد یا انقلاب اسلامی شد یا قیام و یک نهضتی برای تغییر شد، مردم و ملت قیام کردن، اردو و دولت در پروی متجاوزین قرار گرفتن. این مقاومتی اول هم که بود ادامه امو چیزی جهاد بود. چرا؟ اینجا مردم میدیدن که یک گروهی توسط نیروهای خارجی از جنوب افغانستان تجاوز کردن و افغانستان اشغال کردن و با همین انگیزه مقاومت در نهایت هم پیروز شد و دلایل دیگری هم داشت. به این خاطر مقاومت اول ادامه جهاد بود و مقاومتی که حالا اگر صورت میگیره و همین کسایی که در رأس مقاومت هستند شعار مقاومت هم میتن، اینا بازمانده ها و میراثبرای همون رهبرای مقاومت اول و جهاد اول هستند که در رأس کار و رهبریت کار استاد ربانی شهید قرار داشت. بعد از او عامر صاحب احمد شاه مسعود شهید قهرمان ملی قرار داشت که امروز فرزند از او مثلا یک بخش از مقاومت نظامی رهبری میکنه. و بعد از او هم استاد سیاف که به عنوان یک شخصی که تمام مسئله اتحاد ملی و وحدت ملی را به عنوان یک چادر حفظ کرده بود اینا بودن. امروز هم اگر جریان واقع شد و مقاومت واقع شد از همین آدرس می شود و اگر کسانی بخواهند که این مقاومت مجزا از این تاریخش و از همین تسلسلش بکنند، به عنوان عزیزه که اینا از کمر مقاومت قطع کردن. این به این خاطر این گپ درست نیست و خوب نیست. این نتیجه خوب نداره. اگر نتیجه چی که هر سال عملی نیست و در نهایت هم است که مردم از شما جدا می شود. شما را که مردم ندانه که شما یک مسلمان مظلوم هستین و برحق هستین و مسلمان هستین. هر وقتی که مردم افغانستان بفهمه که یک جریان اسلامی نیست در پلوی از او هیچ وقت ایستاد نمیشه و شما برای این را تجربه کنید و در گذشته هم این کار تجربه شده. و دیگه قسمی که در کل ویدیو ذکر کردم انگیزه مقاومت از میان میره و دیگه مقاومت به معنا میشه و به نتیجه نمیرسه. به خاطر همین دلایلی شرعی و جسته و گریخته که من گفتم این انگیزه غلط است که ما از مقاومت اول هم افکار وجود داشت تا به حال این کاری درست نیست و شما در پلوی کسانی باشه که مقاومت با شعار اسلامی، با عقاید اسلامی و با استدلال اسلامی و با بیان از اینکه ما مظلوم هستیم به پیش میبرن. به این خاطر این ویدیو را ثبت کردم
شما ویدیوهای ما را تعقیب بکنین، سابسکرایب بکنین، شریک بسازین نظریات خدا با ما و کمک کنین که ما گاهی در خدمت شما باشیم و همین حقایق بیان بکنیم. از اینکه بسیار سریع ویدیو را ثبت کردم، اگر اشتباهاتی در شده باشه پیش از پیش پوزش میخواهم با بزرگتان، ولی ان شاء الله که من مفهوم و پیام خدا در ویدیو برای شما رساندم. و سلام تا بازدید دیگر و ویدیوهای دیگر ان شاء الله.